در شکل زیر x و y را به دست بیاریم. زاویه x یه زاویه محاطیه چون رأسش روی محیط دایره است. اضلاعش AC و BC وترهای دایره‌اند. پس برابر با کمان روبروش تقسیم بر 2 میشه. زاویه D هم یک زاویه محاطی همینطور. اما اگه دقت کنی یه نکته گفتیم اگر دو تا زاویه مثل D و C که کمانهای روبروشون با هم برابر باشه، نکنید زاویه D کمان روبروش ABه، زاویه C یا X هم کمان روبروش ABه. اگر کمانهای روبروشون مثل هم باشه زاویه ها اندازه‌شون با هم برابر، یعنی X مساویه 40 درجه میشه. پس چون زاویه X و زاویه D هر دو کمان روبروشون ABه با همدیگه برابر هستن. حالا بریم سراغ Y. برای اینکه Y رو به دست بیاریم، یک زاویه مرکزیه چون رأسش روی مرکز دایره است. برابر با چیه؟ برابر با کمان روبروش یعنی AC. اگه بخوایم کمان AC رو به دست بیاریم باید اول کمان AB رو به دست بیاریم. اندازه کمان AB برابر 2 برابر زاویه روبروشه. اندازه کمان AB 2 برابر زاویه روبرو یعنی 40 ضرب در 2 میشه 80 درجه. حالا AB شد 80 درجه. BC قطر دایره است، پس B تا C میشه 180 درجه. 180 اگه منهای 80 کنیم جواب میشه AC. پس کمان AC میشه 180 منهای 80 میشه 100 درجه. زاویه Y چون زاویه مرکزی مساوی کمان روبروشه. پس Y مساوی کمان روبرو مساوی 100 درجه.